شهردار شهرهای زیر مسلمان هستند: لندن، بیرمنگام، لیدز، بلکبرن، شفیلد، آکسفورد، لوتون، اولدهم، روچدیل و این برتری نسبی 4 میلیون نفر اقلیت در برابر 66 میلیون انگلیسی به دست اومده. در حال حاضر در انگلستان بالای 1800 مسجد، 80 تا دادگاه شریعت و 50 نهاد اسلامی وجود داره. در حال حاضر 78% خانم‌های مسلمان کار نمی‌کنن، از دولت بنفیت می‌گیرن، خانه مجانی بهشون میدن و تعداد بالایی از مسلمانان در این کشور کلا کار نمی‌کنن و از مزایای دولتی استفاده می‌کنن. بعضی از آنها تا 8 تا بچه دارن و بعضی از مدارس در انگلستان ملزم شدن که مفاهیم اسلامی رو یاد بگیرن.